تو اگه بازار شینوار بگوییم ما هم بازار بگرام میگم که حتی دندانای خودم میکشیدن یک تعداد به خاطر لیسیدن آلت تناسلی مردم. اینجا یک دانه عکس میمونم. این عکس چادری پوشیده در وقت نجیب و اینا کسایی بودن که مجاهدین عامر صاحب احمد شاه مسعود بود و این چادری پوشیدن از میراث چادری پوشیدن فعلی از میراث شما مردم از برادر عزیز. به هیچ وقت یک قوم چادری پوش نگو. چادری پوشای اصلی معلوم هستند که با رتبه مارشالی چادری پوشیدن، با رتبه جنرالی چادری پوشیدن و فرار کردن. اونا معلوم هستند. دوستان عزیز، من نمیفهمم که یک تعداد دوستا مثل عزیز تاجک، تمام عمومی تاجکا را نمیگم، تاجک بزرگوار داره مثل نستوی نادری و هزاران تاجکان دوستای ما هستند که تعصب ندارن، کینه ندارن و کسی نیستن که هیچ چیز نپذیره. آزادی گفتی بهترین یک دولت آزادی خواه متمدن داشتیم که دولت امانی بود، ولی متاسفانه شما دیکته شدین از کشورهای بیرونی و بالاخره مو را پراندین. شاهی هم برات آوردیم، دمونجا هم گندگی کردیم. امارات برات آوردن، دمو هم گندگی. شما نمیفهم چی میخواین برادر. اگر مسلمان هستی خود دولت اسلامی هم که برات آمده بازم نپذیرفتی. اگر آزادی خواستی و آزادی را خوش داری، پیشرفت خوش داری، دولت نجیب هم نپذیرفتی، داوود هم نپذیرفتی، ظاهرشاه هم نپذیرفتی، امان الله خان هم نپذیرفتی. من میفهمم که تو چی میخوایی. تو میخوایی که صرف از یک منطقه یا از یک قوم با صدها دانه جنرال داشته باشین، بیادر حکومت قراردادها داشته باشین و زنگ باشه و جارمن باشه و رقصاندن باشه و ساتیری باشه و گپا را هیچ افغان، هیچ تاجک، هیچ پشتون و هیچ هزاره قبول ندارم برادر عزیزم. من خودم هم قبول ندارم. و شما که میگن عزیز تاجک که پشتونا سربازا را اذیت میکردن، نه خیر. این همی عطا محمد نور نبود که نظام اخطار میداد؟ این همی جنرال جرات نبود که مستقیم در یوتیوب ویدیوش موجود است نیروهای امنیتی را اخطار میداد؟ پس اینمی بچه که به نام اسیب قوای مرکز است چند بار با اردی ملی جنگید؟ شما خو تمام سیستم در دستان بود، نظام در دستان بود، ولی باز هم می جنگیدین با نظام، باز هم می جنگیدین، بغاوت میکردین. اینمی علیپور محققش در نظام، خلیلیش در نظام، دانشش در نظام، ولی یک علیپور برای ما جور کرده بود که تیاره اردی ملی را پایین انداخت. تو اگر واقعا علم دوست می بودی به نمی دهه 70 خود بختبار شماست در روی مردم تیزاب پاشاندی. اگر تو بشکه زرد میگی خود تو در دیگه بخار بیادر مکتب انفجار دادی، مواد انفجاری پر کردی که در کتاب خودتان هم نوشته است.